سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید. دوستان، در این ویدیو برای شما ویزاهای کشور استرالیا را معرفی میکنم که شما بدون هیچ کدام مصارف می توانید این ویزاها را به دست بیاورید و به استرالیا بروید. خوب، فعلا در داخل سایت رسمی کشور استرالیا هستیم که مخصوص شهروندان افغانستان است، کسانی که میخواهند ویزاهای بشردوستانه، ویزاهای کاری، ویزاهای تحصیلی و یا سب کلاس های مختلف ویزاهای کشور استرالیا را به دست بیاورند. تمام معلومات در این سایت گنجانیده شده. شما می توانید این سایت را باز کنید، تمام جزئیات و معلومات را بخوانید. در این قسمت تمام معلومات است. می بینیم که در این سایت در مورد تمام ویزاهای کشور استرالیا معلومات ارائه شده است. همچنان لینک تمام این ویزاها وجود دارد. در صورتی که شما می خواهید جدیداً ثبت نام کنید و یا اپلای کنید، لینکش است، ایمیلش است و یا کسانی که قبلا اپلای کرده بودند می توانند که وضعیت کیس خود را از طریق همین سایت بررسی کنند که وضعیت کیسشان در چی حالتی است، در پندینگ است، در پروسس است و یا این که کارشان نهایی شده، مرحله بایومتریک و معاینات صحی و رفتن به سفارت رسیده. تمام جزئیات در اینجا ارائه شده است. شما می توانید در این سایت هر از گاهی بیایید سر بزنید، کسانی که کیس استرالیا دارند و یا این که می خواهند جدیداً ثبت نام نمایند. همچنان در این قسمت شما می بینید که در مورد اگزیت پرمیت پاکستان یا برگه خروج از پاکستان، کسانی که می خواهند پاکستان را ترک کنند و به استرالیا بروند، لینک همی برگه خروج و یا اگزیت پرمیت در اینجا است. شما بالای این برگه وقتی کلیک میکنید تمام معلومات داده شده است، باید بخونید. و معلومات های دیگری که در مورد بایومتریک است، ویزاهای بشردوستانه برای فامیلای شهروندان افغانستان که صادر شده و گزینه های دیگری که دیگر ویزاهای کشور استرالیا برای شهروندان افغانستان است در این قسمت درج شده. هیومانیتریان ویزا پروسسینگ، ویزاهای بشردوستانه استرالیا، کسانی که قبلا درخواستی داده بودند، ثبت نام کرده بودند، در حالت پروسس است. همچنان ویزاهای سب کلاس 449 برای شهروندان افغانستان و ویزاهای دیگری که کسانی که بیرون از استرالیا هستند می توانند که در این ویزاها ثبت نام کنند و یا کسانی که قبلا ثبت نام کرده بودند همچنان می توانند معلومات به دست بیاورند. خوب، طبق معلومات موثق و دقیق، تعداد زیادی از هموطنان و شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی هم طرف استرالیا رفتن. همین ویزاهایی را که در آخر ویدیو متن نحوه ثبت نامش کار میکنم، تعداد زیادی از همین طریق توانستند که این ویزاها را به دست بیاورند و به کشور استرالیا بروند. دوستان گرامی، خدمت شما عرض شود که موضوع مهم همین رفتن به کشور استرالیا است، چی ویزه کاری باشه، تحصیلی باشه و یا ویزاهای دیگری، همین که شما بتوانید تایید شوید، قبول شوید و به کشور استرالیا بروید. وقتی در آنجا رفتید طبق قانون و مقررات کشور استرالیا عمل کنید، یعنی قانون پذیر باشید، مرتکب جرم و خلافی نشوید. مالیاتی که وضع شده برای هر شهروند پرداخت کنید. اگر مالیات کار است، خانه است، هر موضوعی که است، شما بعدا می توانید که ویزای دائم اپلای کنید و در آنجا اقامت داشته باشید.
ویزای دائم بگیرید. فقط در قسمت اول همین رفتن به استرالیا است که شما بتوانید ویزاهای چی تحصیلی باشه کاری باشه او را به دست بیاورید. همچنان یک موضوع دیگری را که در این سایت در این قسمت توضیح داده است در مورد کسانی هستند که در پاکستان هستند و در دفتر سازمان ملل در آنجا خود را ثبت نام کردن، اینترویو دادن که اینترویو های دفتر سازمان ملل هم به نوبت و استپ به استپ مرحله به مرحله هستند. کسانی که صبر و توانایی دارند می توانند که مرحله به مرحله اینترویو های دفتر سازمان ملل را پاس کنند. وقتی کار اینها به آخر رسید، نهایی شد، اینها می توانند که تقاضا کنند که ما می خواهیم کشور استرالیا را انتخاب کنیم. کسانی که در اینجا کیس انداختن و خویش و قومشان اگر در استرالیا باشند یا در کانادا، در هر کشوری که پناهنده بپذیرد از طریق دفتر سازمان ملل، باز دفتر سازمان ملل در همو سفارت‌های آن کشورها این اشخاص را معرفی میکنند و میتوانند که به همو کشوری که اینها انتخاب میکنند بروند. خوشبختانه دولت استرالیا در همین سایت گفته است کسانی که از طریق دفتر سازمان ملل کارهایشان نهایی میشوند ما اینها را میپذیریم و اینها میتوانند که به استرالیا بروند. موضوع دیگری را که میخواهم یادآوری کنم ویزاهای اسپانسری کشور استرالیا است. برای کسانی که توانایی مالی دارند و یا این که فامیلشان در استرالیا است، خویش و قومی نزدیکشان و یا این که دوستان وفادارشان که اسپانسر شوند، یعنی مبلغ پولی را باید در اکاونت داشته باشند تا بتوانند اینها را اسپانسر شوند و به زودترین فرصت در مدت بسیاری ها حتی تا 6 ماه 9 ماه الی 1 سال ویزا گرفتن می توانند که این ویزاها را به آسانترین طریقه به دست بیاورند. در سال 2023 که گذشت یک گزینه وجود داشت در مورد ویزاهای اسپانسری کشور استرالیا. یک فامیل 5 نفری می توانستند به مبلغ $35,000 ویزاهای اسپانسری کشور استرالیا را به دست بیاورند. این واقعا یک گزینه عالی بود، چون این ویزاهای اسپانسری هم در هر سال تغییرات می آید. در سال 2023 مثلا 35,000 بود، در هر سال تغییرات می آید، کم می شود و یا اینکه مبلغش زیاد می شوند. کسانی که پیسه دارند، توانایی مالی دارند و یا اینکه فامیلایشان در آنجا هستند، دوستان و یا قومایشان، مقصد همین که آنها ضمانت کند مبلغی در اکاونت داشته باشند، می توانند که این ویزاها را به دست بیاورند. ما و شما خود آگاه هستیم کسانی که قبلا در سالهای گذشته از طریق آبهای مالزی به استرالیا می رفتند، مبلغ 8 الی $10,000 امریکایی را مصرف میکردند تا اینکه خود را به استرالیا برسانند. اما این گزینه های ویزای اسپانسری بهترین گزینه است برای کسانی که در آنجا نفر دارند و اسپانسر شوند. میتوانند که به خوبی و به زودی این ویزاها را به دست بیارند و به استرالیا بروند. اما برای کسانی که فامیلایشان در استرالیا نیست، خویش و قومی هم در آنجا ندارند و دوستانشان هم در آنجا نیست، می توانند که فرم ویزای بشردوستانه استرالیا که فرم I-142 است آن را خانه‌پوری کند، چون ویزای بشردوستانه استرالیا هم خیلی زمانگیر است. مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال را باید شما صبر کنید و آن هم در افغانستان نباشید، باید در کشور ایران باشید و یا اینکه در پاکستان و کشورهای دیگری. خیلی صبر قوی میخواهد و شما باید صبر کنید تا اینکه به ترتیب و به نوبت کیس شما بررسی شود، تا اینکه اگر واجد شرایط باشید قبول میشوید. در صورتی که
واجد شرایط و اسناد قوی نداشته باشید کیستان رد می شود. اما آسانترین طریقه کسانی که از همین طریق ویزاهای کشور استرالیا را به دست آوردن ویزاهای کاری است، چون کشور استرالیا به نیروی کاری شدیداً نیاز دارند. می خواهد که کمبود نیروی کاری خود را جبران کند و کامل کند. از همین طریق برای تعداد زیادی ویزا صادر کردن و فعلا هم می خواهند که ویزا صادر کنند. کسانی که در هر بخشی که می خواهند و توانایی دارند کار کنند در استرالیا این ویزاها را می توانند به دست بیاورند. خوب بینندگان گرامی، وارد سایت شدیم که از این طریق شما می توانید برای ویزاهای کاری کشور استرالیا که بهترین گزینه و فرصت عالی است برای همه که می خواهند ویزاهای کاری کشور استرالیا را به دست بیاورند، از همین طریق اپلای کنید، درخواستی بدهید. این ویزاها هم از طریق کمپانی ها، شرکت ها، نهادها، هتل ها و سازمان هایی است که نیاز به نیروی کاری دارند و از همین طریق کمبود نیروی کاری خود را برطرف میکنند. کارمند خارجی از کشورهای مختلف جذب میکنند و به آنها را به استرالیا انتقال میدهند. شما در نخست بیایید وظیفه دلخواه خود را که قبلا کار کردید، تجربه دارید، اگر میخواهید در وظیفه قبلی که شما داشتید کار کردید، تجربه دارید، توانایی دارید، مهارت دارید، در همو وظیفه کار کنید در استرالیا، در این قسمت سرچ بزنید، پیدا کنید و ثبت نام کنید، اپلای کنید. اما اگر قبلا شما فرض کنید که در یک اداره و یا نهادی کار کردید که کارهای اداری بوده، اما شما میخواهید فعلا در استرالیا بدون کدام تجربه کاری کارهای آسانی را انجام بدهید که هیچ نوع تجربه کاری نیاز ندارد، مانند فروت پیکرز، میوه‌چینی، درایوری، کارهای زراعتی و یا اینکه محافظت از سالمندان، این کارها را اگر انجام بدهید نیاز به تجربه کاری ندارد، اسناد زیادی نمیخواهند. شما می توانید که در این کارها ثبت نام کنید در صورتی که شما از طریق همین کمپانی ها و کارفرماها شارلیست شوید، انتخاب شوید، تایید شوید. این کارفرماها برای شما ویزای کاری را میگیرن و شما هیچ نوع مبلغی را پرداخت نمی کنید. به صورت بسیار آسان و رایگان می توانید که ویزاهای کاری کشور استرالیا را به دست بیاورید و به استرالیا بروید. بیننده های عزیز، شما در این سایت می بینید که وظایف زیاد و مختلفی وجود دارد. اگر شما قبلا در این وظیفه ها کار کردید، مهارت دارید، توانایی دارید، اسناد لازم دارید، در همین وظیفه ها درخواستی بدهید، اپلای نمایید. و یا این که اگر شما قبلا در این وظیفه ها کار نکردید، میخواهید همون وظیفه‌ای که قبلا شما کار کردید همون وظیفه رو پیدا کنید، در این قسمت سرچ نوشته است، بیایید وظیفه خود را بنویسید و در این گزینه دیگر که شما در کدام شهر استرالیا میخواهید در آنجا کار کنید و بروید، بیایید اپلای نمایید. و یا اگر خواستید که این گزینه شهر را انتخاب نکنید، فقط استرالیا بنویسید عمومی، بعدا وقتی سرچ زدید در قسمت پایین همین گزینه ها تمام وظایفی که در هر شهر استرالیا است مانند سیدنی، ملبورن، پرت و شهرهای دیگری شما می توانید که باز بعدا بالای همون وظیفه کلیک کنید و درخواستی بدهید. خوب، ما یک وظیفه را سرچ میزنم، مثلا می نویسم فروت پیکر، کسانی که می خواهند میوه ها را از باغ ها بچینن و آن میوه ها را پاکت کنن و یا اینکه کارتن نمایند، جمع کنن.
که یک وظیفه بسیار خوشایند و آسان است که همه می توانند آن را انجام بدهند. شما هم اگر خواستید این وظیفه را اپلای کنید بنویسید که در این قسمت می بینید فروت پیکر، پیکر پکر آمده، پیکر درایور، کسانی که می خواهند میوه ها را از باغ ها به دکان ها و یا اینکه کمپانی ها و جاهای انتقال بدهند همچنان می توانند که ثبت نام کنند. خوب خلاصه این که وظایف بسیار زیاد و مختلفی وجود دارد. شما بیایید با حوصله‌مندی این وظایف را تمام جزئیاتش بخوانید، معلومات بگیرید، باز بعدا ثبت نام کنید. خدمتتان عرض شود که ما در همین ویدیو فقط یک وظیفه را به طور نمونه برای شما کار میکنم که شما چگونه باید در این وظایف اپلای نمایید. بعدا همچنان وظایف دیگری را در ویدیوهای دیگری ما کار میکنم که برای شما آسان شود و شما هم میتوانید به همین نحوه و طریقه ثبت نام کنید. خب ما بالای وظیفه فروت پیکر کلیک کردم. تمام معلومات و جزئیاتش آمده، حتی نوشته شده است که در کدام شهر استرالیا است. در این قسمت وقتی بالای این وظیفه کلیک کردید اپلای نو می آید. بالای همین گزینه کلیک کنید. در این قسمت بیایید خود را ثبت نام کنید، معلوماتی را که خواسته مانند مشخصات شما، ایمیل آدرس، شماره تماس و سی وی که از شما میخواهد آپلود کنید، هر موردی را که نیاز دارد درج کنید و در اخیر سابمیت بزنید. خب ما این گزینه را بالای گزینه اپلای نو کلیک کردم. این چنین یک صفحه آمد. در این قسمت در نخست فرست نیم خواستم، ما می نویسم محمد شریف. در اینجا می نویسم محمد شریف و در گزینه دوم فیمیلی نیم خواسته، ما می نویسم نبیزاده. در این قسمت در شهری که شما فعلا در آنجا زندگی میکنید در کدام شهر هستید، ما می نویسم اسلام آباد و در اینجا هم بیایید کشور انتخاب کنید که شما فعلا در کدام کشور هستید. ما میگیرم پاکستان و در اینجا هم بیایید کد شماره تلفن خود را اول انتخاب کنید که در کدام کشور هستید، بعدا تایپ نمایید. ما انتخاب کردم و حالا می نویسم 311500. وقتی این گزینه تمام شد کانتینیو میزنیم. مرحله بعدی در این قسمت دوستان عزیز، اگر شما قبلا سی وی آماده و جور کرده دارید بیایید در گزینه اول آپلود کنید و یا اگر قبلا شما سی وی جور نکردید، آماده ندارید، گزینه دوم را انتخاب کنید. در این قسمت نمونه سی وی است، بیایید فقط همو نامش تغییر بدید، نام خود را بنویسید و بعدا آپلود کنید. خوب ما گزینه اول را انتخاب کردم. در این قسمت سی وی شریف را آپلود میکنم. دوستان این ویدیو چون به طور نمونه است بعدا ما ادیت میکنم. فعلا ما سی وی خود را که آماده است در این قسمت آپلود کردم و مرحله بعدی. در این گزینه پرسیده است که آیا شما لیسانس HRW دارید؟ اگر دارید یس بگیرید، اگر ندارید نه خیر نو را انتخاب کنید. و گزینه دوم هم پرسیده است که آیا قبلا شما در یکی از جاهای استرالیا کار کرده اید یا خیر. گزینه نو را انتخاب میکنیم، کانتینیو میزنیم، مرحله بعدی میرویم. خب مرحله بعدی در این قسمت بیایید عنوان وظیفه خود را بنویسید، قبلا که شما در کدام کمپانی و یا نهادی کار کردید عنوان وظیفه را بنویسید و بعدا نام همون کمپانی را بنویسید. من می نویسم فروت پیکر، مثلا در زید HN کمپانی ما در همین بخشی میوه‌چینی کار کردم و بعدا کانتینیو. خوب این مرحله را هم کانتینیو زدم. دوستان ثبت نام ما به همین خوبی و آسانی انجام شد. مواردی را که شما درج کردید، مشخصات خود را رساندید، سی وی خود را آپلود کردید. این گزینه ریویو و یا مرور است. بیایید
یک بار همین مواردهایی را که درج کرده بودید مرور کنید، ببینید که کدام گزینه را اشتباه تایپ نکرده باشید. در صورتی که اگر درست بود همین اپلیکیشن فرم خود را سابمیت بزنید. زمانی که سابمیت کردید این اپلیکیشن فرم و یا درخواستی شما برای کارفرماها ارسال میشه. کارفرماها تمام مشخصات و CV شما را بررسی میکند. در صورتی که واجد شرایط باشید از طرف آنها قبول شوید و شما را شارتلیست کند، برای شما ایمیل میکنند و مرحله بعدی مرحله ویزا است و شما از طریق همین کارفرماها و کمپانی ها تایید میشید، قبول میشوید و میتوانید که ویزاهای کاری کشور استرالیا را به دست بیاورید. تشکر از توجهتان بینندگان گرامی. امیدوارم این ویدیو برایتان مفید واقع شده باشد. اگر میخواهید از خبرهای مهم مهاجرتی، ویزاهای بشردوستانه، ویزاهای کاری، بورسیه های تحصیلی کشورهای دنیا آگاه شوید، لطفاً چینل ما را لایک کنید، سابسکرایب نمایید، با دوستان خود شریک سازید. تا ویدیوی بعد یا حق، خداوند نگهدارتان.